امروز صحبت خیلی زیادی در مورد مپ‌های OSL یا همون تصاویرهای سه‌بعدی برای رندرهای داخلی و خارجی داره میشه توی اینترنت. اتفاقی که افتاده که در لومینه 2024 این جذاب دوست داشتنی یه قابلیت اضافه شده که احتمالاً به زودی در آپدیتاش خیلی خفن‌تر هم میشه. اینکه شما میتونید از این مپ‌های OSL به صورت آماده استفاده کنید. مثلا من یک رندر داخلی دارم فرضاً به این شکل، مثلا من یک اتاق خواب دارم، به عنوان مثال یه همچین اتاق خوابی رو دارم، خیلی راحت میتونم بیام این مپ اتاق خوابی که دارم رو بیام داخل این اتاق خوابی که اینجا دارم بیام استفاده کنم. یک پلن با کمترین سطحی که داره میاد و کار میشه. خب همونطور که من این دقیقاً این بک‌گراند رو اومدم توی کار استفاده کردم. یک تصویر رندر داخلی بچه‌ها میبینید، من میام داخلش. این چقدر جالبه این چیشه رفت. بله دقیقاً همینه، یک پلنه اما کاملا پارالکسه. اوکی، شما خیلی راحت میتونید از این قسمت در قسمت افکت ها وقتی پلیس رو بزنید در قسمت پارالکس بیاید و از این پارامتر استفاده کنید. خیلی ساده است. حالا پارامتراش چیه؟ پارامتراش خیلی جذابه بچه‌ها. پارامتری که این افکت داره چیه؟ پارامتری که این افکت داره یکی از پارامتراش روشن و خاموش کردنشه. ما میتونیم تشابه روز و شب رو داشته باشیم، میتونیم شدت نورش رو کم و زیاد کنیم. اگه خواستیم تو رندرهای داخلی برای روز هم استفاده کنیم با روشنایی بیشتر، این رو بیایم و به کار ببریم. خب مطمئنا توی همچین حالتی که نیاز نیست که حجم خیلی زیادی از آبجکت ها رو واسه بک‌گراند استفاده کنیم. یه همچین جذابی لومینه 2024.